مغفرتوار است. خداوند در خانه‌دارشان میگه اصلاحی نصیب کنه و باقی مانده‌ها را عمر دراز و سعادت نصیب کنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برادران الاسلام در ادامه حدیثشان گفتند که من اشبه فی صائما سقى الله من حوض لا یسمع حتی یدخل الجنة. رسول اکرم گفتند که شخصی که در همین ماه شریف رمضان یک شخص روزدار را وقتی که سیر کنه برادران، اگه ما در اون حدیث پیشینه گفتیم که یک پخش خرما بدهد در اولی ما پیشتر از این یک جرعه بگه، اگه شخصی که یک شخص روزدار را در همین ماه شریف رمضان رسول اکرم گفتند که سیر کنه، سیر بسازد او را سیراب بگرداند همین شخص را از حوض کوثر. سقى الله من حوض گفتند رسول اکرم، از حوض کوثر همین شخص را سیراب بسازد و همین شخص چیکار میکنه برادران؟ دیگر تشنه نمیماند، دیگر تشنه نمیماند که حتی که وارد جنت خدا بشه. حتی این در اطراف حوض اختلاف محدثین است برادر، لیکن در همین کتاب شرح مشکات شریف اشعال مراد میگه که حوض کوثر بود نظر میگه، اینجا میگه که حوض یدخل جنت. و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند که یا رسول الله ما کوثر، کوثر چیست؟ وقتی که دو دشمنی خدا رسول اکرم را وقتی که طعنه کردند، وقتی که دو پسر رسول اکرم از دنیا گذشت، همین حالت را برادران آسود می‌باید و کعبون اجنم پیغمبر خدا را دنبوریده گفتند برادر، گفتند که بگذارید این محمد را، بگذارید او را که او دنبوریده است، او پسر ندارد، این روز فردا خودش مقصد که نمیرد از او خلاص میشوید برادر. حالا اون که برادر این طور نیست، از انسان نام نیک باقی میماند. بعضی پسرهایی میشوند که از برای والدین مصیبت میشوند، بعضی دخترکانی هستند که رسول اکرم میگه المرأة صالحة خیر من الف رجل صالح، یک دخترک صالح از 1000 مرد صالح را خوب است که برادرها دعا کنید که دخترکای صالح را همشون خدا در حفظ جمهوری اختشام بگیرند. که برادران اسلام رسول اکرم دلشان یعنی که مانند دل ما و شما یک سخنی بعد یک از دیگر ما دل ما شکسته می شود. رسول اکرم دل مبارکشان شکسته شد. همین حالت را بود که برادران خداوند همین سوره کوثر را از برای تقویت دل مبارک رسول اکرم او را نزول کرد و اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم از همین نزول همین آیه کریمه معنی و پرسیدند که رسول اکرم را رفتان همتان سوره کوثر را تلاوت میکنه که استعیذ بالله ان اعطیناک الکوثر، ما از برای تو کوثر را دادیم. از رسول اکرم پرسیدند که یا رسول الله الکوثر، ای رسول اکرم کوثر چیست؟ کوثر چیست؟ رسول اکرم گفتند که هو نهر فی الجنة، این حوض کوثر نهری است که در جنت است. حافاته من الذهب، ساحل‌های او از طلای خالص است و ماؤه یجری علی اللؤلؤ، آب او به بالای لؤلؤ مرجان جاری می شود. و ماؤه احلی من العسل، آب او از عسل هم شیرین‌تر است. و اشد بیاضا من اللبن، آب حوض کوثر از شیر هم سفیدتر است. و فیه طیور، در اطراف حوض کوثر پرندگان پر میزنند که اعناقهم کاعناق الجزور، گردنهای آنها مثل گردنهای شتر است. و در حدیث دیگر است که و کیزانه کنجوم سماء، آن ظرف‌هایی که طبق‌هایی که در اطراف حوض کوثر نهاده شده هستند مانند ستارگان آسمان برادران به شما است. اما این گونه نعمت است. وقتی که شما فکر کنید که یک دریای باشد که آبی از شیر سفیدتر باشد و از عسل شیرین‌تر باشد و با بالای لؤلؤ مرجان جاری شود و در اطراف او پرندگان پر بزنند که گردن‌های آنها مانند گردن‌های شتر است. برادران مفسرین میگویند که علاوه بر این خیر کثیر است، خیر بی نهایت بسیار است. این قدر خیره که خدا بر حبیب شفاعت روز قیامت داد. این قدر امت را بینیم برادران، این قدر امت‌هایی که ما و شما و رسول اکرم را از پدرها و از مادرها و
از فرزندهامون حتی که از جانهامون بسیارتر را دوست داریم. و برادران الاسلام، شخصی که در این ماه شریف رمضان اگر یک شخص روزدار را اگر که طعام سیر بسازد او دیگر از حوض کوثر سیراب می شود، دیگر او تشنه نمیماند برادر، حتی که وارد جنت شد. رسول اکرم در حدیث میگه که این الجنت تضخرف لرمضان من رأس الحول الی حول قابلین. هر وقت که ماه شریف رمضان نزول کند برادران اسلام، جنت آراد پارا داده می شود، جنت زینت داده می شود. هر وقت که روز اول ماه شریف رمضان که نزول کند، برادران از تحت عرش یک باد می وزد و این باد بر ورقهای جنت، بر درختهای جنت می وزد و بر حورالعین می وزد. و حورالعین میپرسند که این چگونه باد فرحی بود؟ میگویند که در دنیا ماه شریف رمضان نزول کرد. حورهای جنتی میگویند در حق ما و شما دعا میکنند که رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر اعیننا بهم و تقر اعینهم بنا. ای بارا خدایا، از همین روزداران ماه شریف رمضان از برای ما شوهرهای قوم بساز که و مجرد دیدن آنها چشمهای ما بر جمال آنها قرار بگیرد و چشمهای ایشان بر ما قرار بگیرد. خداوند این گونه نعمت را نصیب ما و شما امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. برادران ان شاء الله که خوبی لوم که خودم میدونم که آخرت دارم. خداوند آخرتشون آباد کنه، سوال منکر و نکیرشون در زبان وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ در این ماه مبارک شریفی رمضان خدایا این مادر و گذشتگان این جمعه حاضرین که در اینجا حاضر دارند خدایا مغفرت داخل جنت بگردان. چنانه که پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم میگه هر شخصی که فوت کنه نامه اعمال اونها ختم میشه مگر سه گروه. یکی از آنها که هر شخصی که فرزند صالح دارند، از آن جمله مادر که فرزند صالح که اسمت الله جان بچه داره در غریبی هستند، قرآن خوان هستند، خداوند آن ثوابها با نصیبش بگردانند. از رحمت و مغفرت و آزاد شدگان از آتش دوزخش بگردانند. اللهم اغفر لها وارحمها و نویر لها قبرها، اللهم اجعل لها جنت مثواها برحمتك. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاذكرني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. از برای سیاه سبحانه و تعالی نشان و پروردگار را برسان سواد این تلاوت های کلام پاک اولا و زیادتا با روح پاک پرفوت و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و بر خاندان پاک ایشان و با یاران با وفای ایشان گذشتگان از اول تا آخر یعنی قبرستان مخصوصا در رحمت مادرمان خدای اصحاب این تلاوت ها در طبقه نور پیشش مهیا بگردان، قبرش پر نور و گرش باغ از باغ جنت بگردان و چنانکه که پیغمبر وعده کردند آنانی که در این ماه مبارک فوت میکنند پروردگار از آزاد شدگان دوزخش بگردان.